خداوند میخوام و کالاش تبدیل کنم. مسکا خوب است؟ مسکا؟ مسکان از خود خب در مورد تفلک باید بگیم که در اول درباره مشکلاتش بگیم که تفلک به اصطلاح عام فلج دماغی است و به اصطلاح طبی سی پی میگن که یک مشکل دماغی دارن که متاسفانه با علتهای مختلف پیدا میشه و این کدام تداوی خاصی هم نداره و متاسفانه این تفلک باید تا آخر حیات خود با این مشکل با این معیوبیت باید زندگی خود ادامه بده و وقتی که پدر و مادرشان متوجه میشن که تفلک با همچون معیوبیت مواجه است به شفاخانه مراجعه میکنن و در شفاخانه ایده رها کرده فرار میکنن و فعلا در اینجا معاینه کردیمش در وارد سوی تغذیه آوردیم با وجودی که مربوط وارد سوی تغذیه نمیشه اما چون یگانه جایی است که اندک سر ما میتونیم خوبتر از این تفلک مراقبت کنیم تا که سرنوشتش معلوم شود و در مورد تشخیصشان هم براتون گفتم که این مریضک سی پی خب این چون هیچ کس معلومات ندارن که چه قسم آورده شده مادر و پدرش خوب چون قصد فرار داشتن نخواستن که با دکترها یا با پرسنل شفاخانه مواجه شوند تفلک در وارد قلبی ما رها کرده بودن و فرار کرده بودن و وقتی که ما از این قضیه آگاه شدیم چون در این وارد سوی تغذیه جایی است که حداقل ما میتونیم به مریضم از شیر سوی تغذیه که به مریضای دیگه ما تهیه میکنیم از اونها بتیم و کم مراقبت خوبتر نسبت به واردای دیگه میشه ما مریض تا که سرنوشت بعدیش معلوم شود به این وارد انتقال دادیم. به می حالت بیچارگی بودن به می حالت بودن که نه گپ زدن میتونن و نه گشته میتونن و هیچ کار کردن نمیتونن این به یک نفر ضرورت دارن این را توفیق خداوند است دیگه خداوند بر مادر و پدرش توفیق را داده باید رحم دل کنن باید از این مراقبت کنن بیاین ببرن طفل خدا این طفل خدا به این وضعیت نمانن که هر کس سری تفلک میان یک سایل خدا میکنن چت چت میکنن پس میرن آیا این تفلک گناه نداره؟ از گناه این تفلک هیچ وقت برآمده نمیتونه کسی هر کس هم که بی‌توجهی کنه در ایسی ازی تفلک خداوند میشرمنش برای فامیل از یا طوری است که یک معیوب است معلول است و این یک بنده خداوند است یک خلقت خداوند است این طفلش است هر امیر برشان خداوند امیر رقم تحفه داده و شاید چیزی که خدمت و تواناییش که برشان بدوشش چی کرده خداوند از او باید این راضی نشوه و مشکل اساسی چی است و آیا امکان جستنش است؟ این مریض سی پی گفتن سی پی یعنی سربرال پلسی است یا فلج است یعنی اطرافش فلج است نمیتونه که بگرده دیگه اینجا آورده و چیشان فامیلش اینجا آورده که تا اینجا باشه اونا شاید کتشان از این خدمت از شاید به تنگ آمده باشه و ما برایشان توصیه ما می است که می اولادتان است هر چی که است خداوند می رو به تن تحفه داده شما از این چی نکنین دیگه از این توفیق خداوندی و از این امر خداوند چی نکنین سرکشی نکنین بین و ایره و تفلکی را که راجع به تفلک شما پرسان کردین تفلک دیروز به این وارد آورده شده از وارد قلبی از این شفاخانه طفل به اینجا انتقال داده شده و این تفلکی است یک تفلک سی پی است یعنی سربرال پلسی البته فلج است و چی نمیتونه ضمن از لحاظ سوی تغذیه این تفلک کدام مشکلی نداره فقط و فقط به خاطر از اینکه پیواز نداره
ایره کدام کیا آورده در موارد قلبی اونجا مانده بود و از وارد قلبی به اینجا انتقالش داد. اینجا دکتر صاحبای ما برای ازی وقتا فوقتا شیر برشان میته شیر اطفال سوی تغذی را تا اینا چی شود تغذی باشه و خدمت ازی شود. کوالی د افغانستان تازه خبرونه، مستند فیلمونه، هنري او نورې ویډیوګانې وګورئ نو د پژواک یوټیوب چینل دلته سبسکرایب کړئ. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره